من فتح‌الله امان‌اللهیف ساکن شهر اصفهان جماعتی کلکند کوچه سری آسیا 27 کسب و کارم معلمی امروز باشد در نفقه شخصی هستم. سال 2000 با راه‌های نیرنگ سابق اعضایان حزب نهضت اسلام و حزب نهضت اسلام اعضا شدم. سال 2004 از همه پیشتر فهمیدم که حزب نهضت اسلام رویه های درست ندارد. از همه ماه نوامبر سال 2004 از صف حزب نهضت اسلام با خواهش خودم عریضه نوشته خارج شدم. امروز باشد با شبکه های اینترنتی با واسطه های اخبار سابق راهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری و دیگران و مردم را دعوت می نمایند که و حزب و حرکت آنها قبول شوند. محیدین کبیری عزیز، شما می توانید مثل ما در تاجیکستان آمده خرم زندگی نمایید. از شما دعوت می نمایم که مردم را به راه فریب نبرید. آمده در تاجیکستان فعالیت نمایید. تاجیکستان یکی از دولت‌های بهترین و دولت‌های تنج‌ترین دنیا می باشد. در آن یگان خیل غرض‌های شخصی و غرض‌های بیگانه نیست. بنابراین همین من شما را دعوت میکنم به وطن خود آیید، وطن خود را آباد نمایید. مردم تاجیکستان را دعوت میکنم که به یگان حزب و حرکت هایی که بیرون از تاجیکستان فعالیت میکنند به آنها باور نکنند و سالهای 92 و 97 جنگ شهروندی تاجیکستان را باز دوباره زنده ننمایند. بوی خون آن سالها حالا از دماغ یگان تاجیک نرفته است و تاجیکان باوری دارم که یگان مراتب خطا نمی کنند و با راه آنها نمی روند.